در مورد بحث مالکیت فکری به عرضتون میرسونم که مهمترین رکن هر شرکتی بحث ثبت برند و ثبت اختراعاتش. شرکت زعفران بهرامند با قدمتی 51 ساله بهترین و مهمترین عامل رشدش بحث ثبت برند بوده که تونستیم در این سالیان سال باعث ارتقا خود برند چه در داخل کشور چه در کشورهای مورد هدفمون بوده. شرکت پلکان تو این حوزه جزو شرکت‌های خیلی موفق بودن و انشالله که همیشه به همین شکل ادامه داشته باشه. ما با توجه به مشکلاتی که متاسفانه در این زمینه بوده و هست و خواهد بود از ابتدا تصمیم بر ثبت برند کردیم. حتی بهرامند که به ثبت دادیم چندین اسم‌های مختلف که حالا با پسوندها و مشابهت داره تصمیم به ثبت گرفتیم. به نظر من مهمترین رکن یک شرکتی ثبت برنده، چون تنها عاملی که میمونه برای انسان همون برنده و این مثل یه نهالیه که شما کاشتین، این نهال رو به مرور زمان هر چی که رشد پیدا بکنه شما میتونید از سایش بهتر استفاده بکنید.